بچه ها، من امروز میخوام براتون قصه سلول‌های گرسنه رو بخونم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. رادمان هر روز وقتی از خواب بیدار می شود اول دست و صورتش را می شوید، بعد صبحانه می خورد و آن وقت سراغ اسباب بازی‌هایش می رود و حسابی بازی می کند. اما آن روز قبل از اینکه صبحانه بخورد تصمیم گرفت تا از روی عروسک باب اسفنجی‌اش یک نقاشی قشنگ بکشد. مامانی که مثل همیشه صبحانه را آماده کرده بود صدایش زد: رادمان، مامانی، صبحانه‌ات آماده است. من صبحانه نمیخورم، سیرم. چند دقیقه بعد مامانی صبحانه رادمان را که شیر و پنیر و گردو، یک تکه نان سنگک و یک لیوان چای کمرنگ بود و آورد. صبحانه‌ات رو میذارم اینجا، هر وقت گرسنه‌ات شد بخور. رادمان که به کشیدن باب اسفنجی ادامه داد و بعد آن را رنگ کرد، اما باب اسفنجی یک جوری بود انگار ناراحت بود. رادمان که قصه اش گرفته بود سراغ مادرش رفت و گفت: مامانی، باب اسفنجی رو ببین، تو کارتون همیشه خوشحاله ولی این که من کشیدم خوشحال نیست. مامانی گفت: میتونی لبش رو خندون بکشی که دندوناش معلوم بشه. رادمان که میخواست لب باب اسفنجی را درست کند بدون آنکه متوجه باشد مدادش را زیاد به کاغذ فشار داد. کاغذ پاره شد. او که خیلی ناراحت شده بود شروع کرد به گریه‌اش هم بند نمی آمد. مامانی بغلش کرد و گفت: پسرم، میدونم چون نقاشیت پاره شده ناراحتی، ولی میتونی یکی دیگه بکشی. رادمان گریه کنان گفت: من دیگه نمیتوانم، خسته شدم، حوصله ندارم. مامانی دست رادمان را گرفت و او را کنارش نشاند. بعد اشکهایش را پاک کرد و یک لیوان نوشیدنی به او داد. مامانی گفت: رادمان، دوست داری یک قصه بگم تا متوجه بشی چرا خسته شدی و حوصله نداری؟ رادمان گفت: بله مامانی. مامانی گفت: